سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 سپتامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. جسد همسایه و دوست نزدیک باقر را بعد 11 روز پیدا کردند. اعتراض زادگان تاجیکستان در نزد سفارت قرقیزستان در برلین. رویخط نام به نام 70 قربانی مناقشه‌های روزهای 14 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. هشدار سفارت و تهدید کبانوف از زادگان آسیای مرکزی: هر کسی که به ارتش نرفت از شهروندی محروم کنید. امرالدین علوشایف را برای چی از محبس وحدت به سزای دوشنبه آوردند؟ نشست وزیران خارجه آسیای مرکزی و امریکا در نیویورک در چارچوب 5+1. کمک اکبر اسدالله به عائله های ضرر دیده 100 تن سیمنت و به هر عائله از 5 تا 10 هزار سامانی. و اکنون تفصیلات خبرها. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات ریاستش در ولایت مختار کوهستان بدخشان از پیدا شدن جسد یک مرد 58 ساله در ساحل دریای پنج خبر داد. بنا به این منبع، این مرد ساکن دهه چاخکندیز جماعت دهات شیرینجان فنویه شغنان روز 2 سپتامبر سال 2022 با ماشینش به دریا سرازیر شده بود و جسدش را روز 21 سپتامبر پیدا کردند. حادثه آن روز تخمینا ساعت 13:45 رخ داده است و ماشین تمغه تویوتا که او را رانندگی میکرد به شرکت پامیر انرژی متعلق بود است. این ماشین در کیلومتر 567 دهه بونی جماعت دهات شیرینجان فنویه شغنان به دریا رفته بود. جستجوی جسد راننده مدت 11 روز ادامه داشت و بالاخره پیدا و به خویشاوندانش سپرده شد. گفته می شود در خبر کمیته حالتهای فوق‌العاده اسم این نفر را نگفته است. سخن درباره جسد عبدالمحمد مرود محمدوف، همسایه و دوست نزدیک پلکوونیک محمد باقروف معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی اعظم پرنفوذ ولایت مختار کوهستان بدخشان می رود. ژورنالیست مستقل زاده بدخشان انوره سرکارова خبر داده بود که عبدالمحمد روز 2 سپتامبر غیب زد و بعد چند ماشینش را از درون دریای پنج یافتند. او نوشت به احتمال زیاد او به خاطر آنکه حبس نشود خودکشی کرده است. انوره سرکارova با تکیه به شاهدان خبر داد که 3 روز قبل به نزد عبدالمحمد کارمندان میلیسا آمده بودند. صبح 2 سپتامبر او با اهل خانواده‌اش خیر خوش کرده گفته است که این آخرین ملاقات ماست و با همین از خانه برآمده است. بعدتر عبدالمحمد به زوجه‌اش زنگ زده گفته است که خود را زنده به دست مقامات تسلیم نمی‌کند. خویشاوندانش بر اینند که او این سخنان را پیش از آن که با ماشینش به دریا پرد به زبان آورده است. خبر می‌دهد انوره سرکارova از عبدالمحمد مرود محمدوف زن و 4 فرزند باقی ماندند، ولی به دنبال هم دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان و هم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرضیه به خاطر حبس نشدن و خودکشی کردن مرود محمدوف را رد کردند. این دو نهاد حفظ حقوق گفتند که نسبت به عبدالمحمد مرود محمدوف یگان پرونده جنایتی باز نشده بود. روز 22 سپتامبر سال 2022 یک گروه زادگان تاجیکستان در نزد سفارت قرقیزستان در شهر برلین پایتخت آلمان گردهمایی اعتراضی دایر کردند. در عکس و ویدیوی به اداره پایگاه خبری بامداد ارسال شده دیده می شود که در نزد سفارت قرقیزستان در برلین حدود 20 نفر گرده هم آمدند. اعتراضگران با خود عکس‌های قربانیان مناقشه‌های مسلحانه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را آورده شعارهای را به مثل کشتار کودکان تاجیکستان را بس کنید بلند کرده بودند. اعتراض در برلین نخستین گردهمایی اعتراضی زادگان تاجیکستان در پی مناقشه آخران در مرز دو کشور است که دست کم 130 کشته به جا گذاشت. زادگان قرقیزستان در چندین کشور جهان الکی گردهمایی‌های اعتراضی برپا کرده بودند. در بین اعتراضگران در برلین ورزشگر شناخته جنگ‌های بدون قاعده زاده نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان الخطب فردوس هم دیده میشد. الخطب 21 ساله که سالهای آخر در اوکراین زندگی و مشق میکرد و در دانشگاه ادسا در رشته علاقه و مخابرات در سال سوم تحصیل میکرد، بعد شروع جنگ اوکراین به اروپا پناه آورد و آن در مسابقات بین المللی از آلمان نمایندگی میکند. روزهای 14 سپتامبر سال 2022 در نتیجه ضدخوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان از هر دو طرف دست کم 130 نفر کشته شدند. متاسفانه در بین قربانیان ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان نیز زیادند. رادیوی آزادی با استفاده از منابع خود شبکه‌های اجتماعی و مقامات رسمی تا امروز نام الکی 70 نفری را گرد آورده است که
در جریان درگیری‌های مسلحانه روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2020 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان کشته شدند. آزادی میگوید بازم این رویخط غیر رسمی است و هنوز نهایی نیست. این در حالی است که مقامات تاجیکستان رسما کشته شدن 41 نفر را تصدیق کردند، ولی گفته بودند که شماره قربانیان میتواند باز بیافزاید. جنوب قرقیزستان هلاکت 59 نفر و جراحت برداشتن 198 نفرش را در جریان مناقشه‌های اخیراً در مرز با تاجیکستان تصدیق کرده است. اکثر قربانیان روزهای 16 سپتامبر که نقطه اوج خشونت‌ها در مرز دو کشور بود به هلاکت رسیدند. متاسفانه در بین قربانیان ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان نیز زیادند. مقامات تاجیکستان قبلا درباره هلاکت دست کم 28 ساکن ملکی خبر داده بودند. 25 نفر آنها روز 16 سپتامبر در 3 حمله نیروهای قرقیزستان که یکی اش با BTR و 2 حمله دیگر با هواپیمای بی سرنشین صورت گرفته بودند کشته شدند. از این شمار 7 نفر با شمول 5 عضو یک عائله بر اثر حمله BTR قرقیزستان به یک ماشین یوری تاجیلی در بالای پل دهه چارقشلوق در کنار اسفره کشته شدند. همین طور نزدیکای شام 16 سپتامبر علاقه بعد اعلان آتش بس هواپیمای بی سرنشین قرقیزستان به یک مکتب و مسجد در جماعت افچقلچه نوی باباجان غفوروف حمله آورد. در نتیجه حمله درون به مکتب 6 نفر به هلاکت رسیده، حمله به مسجد 12 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. به نوبت خود جانب قرقیزستان نیز نیروهای تاجیکستان را به حمله و کشتار ساکنان ملکی عیبدار میکند. مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با اینک نزدیک 130 قربانیش خونین‌ترین مناقشه نه فقط در تاریخ مناقشه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ نزاع‌های مرزی تمام آسیای مرکزی بعد سقوط اتحاد شوروی شمرده می شود. کریل کابانوف عضو شورای حقوق انسان نزد پرزیدنت روسیه در پاسخ به شهروندان خود را از اشتراک اختیاری در عملیات ویژه در اوکراین منع کردن مقامات کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرده است که خدمت در ارتش را برای آن زادگان این منطقه که شهروندی روسیه را گرفتند حتمی کنند. در صورت سرکشیشان از خدمت در ارتش کابانوف پیشنهاد کرده است که نه فقط خود آنها بلکه خویش و تبار این زادگان آسیای مرکزی را نیز از شهروندی روسیه محروم گردانند. این اظهارات تهدیدآمیز کابانوف در حالی است که سفارت تاجیکستان در روسیه روز 22 سپتامبر سال 2022 با نشر یک هشدار ویژه در پی اعلان موبیلیزاسیون به صف نیروهای مسلح روسیه و پیشنهاد ترتیب ساده گرفتن شهروندی روسیه بعد همگی 1 سال خدمت در صف ارتش این کشور شهروندان تاجیکستان را پیرامون جوابگری جنایی داشتن اشتراک در جنگ‌ها در کشورهای خارجی هشدار داد. در بیانیه سفارت تاجیکستان در روسیه در این باره چنین گفته می شود: با توجه شهروندان محترم جمهوری تاجیکستان، سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه هموطنان خودش را هشدار می‌دهد که از اشتراک در عملیات جنگ در قلمرو دولت‌های خارجی خودداری نمایند، زیرا مطابق کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان برای این عمل جوابگری جنایی پیش بینی شده است. روز 21 سپتامبر سال 2022 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پی به کمبود شدید نیرو روبرو شدن و مجبور به عقب نشینی شدن ارتش کشورش در جنگ اوکراین فرمان درباره موبیلیزاسیون به صف قوه‌های مسلح این کشور را امضا کرد. یک روز از آن پیش دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که بر اساس آن شهروندان خارجی علاقه بعد 1 سال امضای قرارداد برای خدمت در صف ارتش این کشور می توانند صاحب شهروندی روسیه شوند. تا کنون شهروندی روسیه را به زرخریدان خارجی بعد 3 سال خدمت در ارتش این کشور داده میشد. بعد قبول این قانون شهردار مسکو سرگئی سابیانین خبر داد که در مرکز مهاجران در سخارا و معرکه گسترده برای جلب مهاجران به صف ارتش راه اندازی می شود. روز 21 سپتامبر اعلان‌ها با پیشنهاد دریافت شهروندی روسیه بعد همگی 1 سال خدمت در ارتش این کشور در همه جا پیدا شد و همزمان ده‌ها تن از زادگان تاجیکستان که شهروند روسیه شدند از کمیساریات‌های حربی محلی زیست خود در این کشور دعوتنامه گرفتند. خطر فرستادن آنها به جنگ اوکراین باعث با صورت عمومی به ترک قلمرو روسیه اسب کردن هزاران نفر نه فقط زادگان تاجیکستان یا آسیای مرکزی شد. روزهای 21-22 سپتامبر نرخ چپته‌های پرواز از روسیه به تاجیکستان چندین مراتبه بالا رفته. در گذرگاه‌های زمینی مرزهای روسیه با گرجستان و قزاقستان و بلاروس نوبت‌های طولانی چند کیلومتری پیدا شد. در تاجیکستان در حقیقت بر اساس ماده
جنایی این کشور 401 برای زرخریدی جوابگری جنایی مقرر کرده شده است. از جمله برای جلب شهروندان این کشور برای اشتراک در عملیات جنگی در کشورهای دیگر همچون جزا از 5 تا 12 سال و برای اشتراک بی‌واسطه در جنگ‌های خارجی از 12 تا 20 سال زندان پیش بینی شده است. امرالدین علوشوف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان و از رهبران با نفوذ جمعیت زادگان بدخشان در روسیه را که به 18 سال زندان محکوم شد و در محبس واقع در کنار شهر وحدت ادای حکم میکرد، از این محبس دیگر باره به بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه آوردند. ژورنالیست انوره سرکورова که اساساً رویدادهای بدخشان را پیگیری میکند، روز 22 سپتامبر سال 2022 با تکیه به منابع خود خبر داد که 3 سال از حکم علوشوف را گویا به محبس پوشیده عوض کردند و سبب به بازداشتگاه برگرداندنش هم همین است. پیوندان علوشوف نیز به بازداشتگاه دوشنبه آوردن او را تصدیق کردند، ولی در مورد سبب چنین تصمیم مقامات اظهار بیخبری کردند. ولی رادیوی آزادی با تکیه به یک همصحبتش از بازداشتگاه دوشنبه گفت علوشوف را برای شاهدی دادن در مرافعه گنرال خولباشف از محبس به اینجا آوردند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در یک جلسه پشت درهای بسته در داخل بازداشتگاه این گنرال قشونهای مرزبانی تاجیکستان را به حبس ابد محکوم کرد. روز 22 سپتامبر سال 2022 در حاشیه اجلاس 77 مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک نشست وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی و امریکا در چارچوب 5+1 برگزار شد. این نخستین نشست در این چارچوب بعد از درگیری‌های خونین هفته گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بود که دست کم 130 کشته به جا گذاشت. وزارت خارجه تاجیکستان گفت در نشست 5+1 در نیویورک رهبر اداره سیاسی خارجه تاجیکستان سراج‌الدین موریدی نیز اشتراک و سخنرانی کرده است. این وزارت گفت جانب‌ها پیرامون مسائل داغ منطقه و جهان از جمله وضع افغانستان، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و دیگر چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی تبادل نظر کرده به ضرورت تحکیم همکاری‌های بین کشورهای منطقه تاکید کردند. وزارت خارجه قزاقستان در اطلاعش گفت جانب‌ها همچنین از آغاز کار کاتبات مجازی 5+1 که با هدف پشتیبانی و هماهنگسازی جریان اجرای توافقات حاصل شده برای انداخته شده است استقبال کردند. کاتب دولتی امریکا انتونی بلینکن در توییتر خبر داد که در این ملاقات رهبران اداره‌های سیاسی خارجه کشورهای منطقه را بار دیگر اطمینان خاطر داده است که امریکا به صورت قوی از استقلال کشورهای آسیای مرکزی و تلاش‌های آنها به سوی پیشرفت و شکوفایی و تامین امنیت در این منطقه پشتیبانی می‌کنند. انتونی بلینکن همچنین خبر داد که صبح 22 سپتامبر با وزیر کارهای خارجه قرقیزستان ژنبک کولیبایف پیرامون هدف‌های مشترک ما در عرصه‌های امنیتی، همکاری و رشد منطقه ملاقات علاهیده پرثمر داشته است. بلینکن درباره این ملاقات تفصیلات دیگر نداده است، ولی وزارت خارجه قرقیزستان خبر داد که ژنبک کولیبایف در نیویورک نه فقط با کاتب دولتی امریکا بلکه با یاور او دونالد لو دو ملاقات علاهیده برگزار کرده است. بنا به اطلاع رسمی در ملاقاتش با بلینکن وزیر خارجه قرقیزستان به کاتب دولتی امریکا درباره حوادثی که در مرز قرقیزستان با تاجیکستان به وقوع پیوست معلومات داده است. رهبر شرکت غیور گروه اکبر اسدالله برای یک عائله افسر و عسکر ففتیده 10,000 سامانی برای خانواده های هر زخمی 5,000 سامانی و به عائله هایی که پیوندانش را در مناقشه اخیر مرزی از دست دادند 5,000 سامانی کمک جدا کرده است. همین طور اکبر اسدالله برای از نو ساختن بناهای معموری و منزل‌های استقامتی ساکنان که در جریان مناقشه‌های اخیر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان خراب شدند با 100 تن سمنت کمک نموده است. اکبر اسدالله گفته است در چنین لحظه‌های دشوار وطن ما نباید بی‌طرف باشیم. هر کدام باید به طوری که میتواند در حمایت مرز و بوم خویش سهم گذاریم. امروز فقط در عمل ثابت کردن وطن دوستی ما رسیده است. لازم شود در راه حفظ وطن جانمان را نثار میکنیم. بیایید دست به دست گرفته سرزمین اجدادیمان را حفظ نماییم. در این لحظه های دشوار همدرد و مددگار سربازان وطن باشیم. اکبر اسدالله پسر مرحوم اسدالله غلاموف سابق معاون سروزیر تاجیکستان است.
شرکت او چندین کارخانه بزرگ از جمله کارخانه‌های سمنت بروری را در اختیار دارد. روز 22 سپتامبر سال 2022 یک کاروان عبارت از 45 ماشین پر از کمک‌های مادی از نام پرزیدنت تاجیکستان نیز برای عائله‌های از نزاع‌های نزد سرحدی ضرردیده ولایت سوخت فرستاده شد. ارائه این کمک‌ها به ضرردیدگان در پی درگیری‌های مسلحانه 14-17 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان است که از هر دو طرف بیش از 130 کشته به جا گذاشت. متاسفانه در بین قربانیان ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان نیز زیادند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 23 سپتامبر سال 2022 از غرق شدن باز یک نورس در جنوب جمهوری خبر داد. این نهاد با تکیه به گزارش ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان خبر داد که یک ساکن 16 ساله جماعت دهات پختکار نویه شهر توز روز 20 سپتامبر از خانه برآمده دیگر برنگشته است. یک روز پس برادرش از ساحل دریای کوفرنیهان سر و لباس و پایافزالش را پیدا کرده است. تخمین زده میشد که او در آب پرشور دریا غرق شده است. روز 22 سپتامبر ساعت 2:00 پس از 2 روز جستجو کارمندان کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همراه با ساکنان محلی جسد پسر نابالغ را پیدا کرده به والدانش سپردند. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده طی 7 ماه سال 2022 در کول و دریا و کانال‌های تاجیکستان الکی 123 نفر از جمله 64 نابالغ 3 نشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همچنین خبر داد که شام 22 سپتامبر سال 2022 ساعت 18:58 یک ساکن بنای 41-1 کوچه جبور رسولوف پایتخت به قسم نوبرداری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خبر داد که در خانه استقامتیش بسته شده و فرزند نابالغش داخل آن مانده است. با دریافت خبر دسته نجات دهندگان ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رفته ساعت 19:50 در خانه را باز کردند. دخترچه صاحبخانه که 7 سال داشته است صحت و سلامت بود و نیاز به هیچ کمکی نداشت. کارمندان نجات به مادر او در مورد تامین امنیت فرزندانش و درباره ضررهای احتمالی تنهایی در خانه صحبت کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 سپتامبر سال 2022 از آشکار شدن سلسله قلابی‌ها در نویه رودکی خبر داد و گفت یک جوانزن 28 ساله از این نویه به آن ایبدار می شود که دست به فریب مردم زده و 3 زن دیگر از نویه رودکی را به مبلغ در عموم بیش از 270,000 سومانی فریب داده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی در اول به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه رودکی با عریضه زن 30 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2022 زن 28 ساله ساکن نویه ذکر گردیده با روی فریب به باوریش در آمده از او 100,000 سومانی گرفته وعده داده است که از شهر دبی برایش متاعهای گوناگون می‌آورد اما مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. در رفت تفتیش معلوم شده است که همین جوانزن با همین رو در همان ماه ینور سال 2022 به باوری زن 64 ساله ساکن نویه رودکی در آمده از او 100,000 سومانی گرفته وعده داده است که از شهر دبی برایش متاعهای گوناگون آورده بعداً مبلغش را برمیگرداند اما او را هم فریب داده گریخته گشته است. وزارت کارهای داخلی می‌افزاید که گمان برشونده با همین طرز و اصول باز هم در همان ماه ینور سال 2022 به باوری زن 35 ساله ساکن نویه رودکی در آمده از او برای به تجارت مشغول شدن مبلغ 71,600 سومانی گرفته تا حال او را هم فریب داده مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. به این جوانزن برای قلابی جریمه هنگفت و یا چند سال حکم زندان تهدید میکند ولی در هر صورت او باید اول ضرری رسانیده‌اش به جبر دیده ها را جبران کند. وقتهای آخر در تاجیکستان موردهای قلابی افزایش یافته است و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تقریبا هر روز درباره آشکار شدن موردهای نو به نو قلابی از جانب شهروندان خبر میدهد. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2022 در مجموع 1144 حالت قلابی و نیمه اول سال گذشته 1481 مورد قلابی ثبت شده است ولی شماره واقعی حالتهای قلابی خیلی بیشتر است چون که بسیاری از قربانیان قلابان به مقامات مراجعت نمی کنند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور
به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان، خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.